شما خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل من. توی این ویدیو قراره که ما چند تا درخت جانگل رو بریم و بیاریم پایین و کنید بهتون امارات بگیریم و اینجوری. من در قسمت قبلی بهتون دیگه گفتم که من در واقع ببخشید و من میوه آقادم یه دکمه ضبط بزنم. یکی فرمش پیرکن ساختن ساده است و یکی فرم گاف که اینا ساده است. کار خاصی نکردم آخر این ترایدنت خیلی کار ساده، یعنی خیلی کار خاص بود و رفتم گیرش آوردم و من از اسکلتی هم که آوردم یکی رد و برز از اسکلتی بستونت حالا زامبی هم گرفتیم و این ترایدنت هوا توفانی شد و جنه داریم. ما قراره امروز ویدیو من طور که اول بهتون گفتم قراره که چند تا فرم بیاریم پایین. یکی تراپیکال فیش هم از اون رودخونه اون دور پیدا کردم. من که حالا ما باید در واقع بریم سراغ چیزا. من در واقع باید این چند تا من میخوام بهتون بگم. کلامون ویسفیلیوشن که ویسش بیشتر نفت میگیره باشه. آکوا انفیلیتی که سرعت کندن زیر آب و عین سرعت کندن تو بارو میکنه. من نگه که دیگه خیلی میاتون کارش همه تون دیگه کارشو میده. پروژکتیل پروتکشن خب من نمیدونم واقعا چیکار میکنه. من حالا نمیدونم واقعا. من نگه که دوباره همه تون میدونی پروتکشن رو بینش کن. آمبریکینگ یک آمبریکینگ هم میدونی که کارشیه. مندینگ هم که دوباره استراید ایر یعنی میتونی روی سورسین سریعتر رو برین. مندینگ هم که دوباره همه تون میدونی. ترایدن چندینه رویالتی رو آمبریکینگ و این که همه تون میدونی کارش. سیلتاج افیشنسی آمبریکینگ برای یکی هست. من 2 تا کلم دارم مثل یکی از کمگامونه. سیلتاج باعث میشه که براکی که میکنی خودش شده افیشنسی هم کارش میدونی که این 2 تا هم دیگه میدونی کارشی آمبریکی کمندی. سیلتاج هم اندینگ سیلتاج که بهتون گفتم اندینگ هم میدونید. فورچون آمبریکینگ مندینگ که فورچون باعث زیاد بدم حالا خیلی یا همه تون میدونید. فورچون این هم همش رو کارتون میدونید. دوره شارپنس هم اینا همه شو کارتون میدونی. شامل بایشه که ذره دمیج نمیدونم بیشتر شه. روتینگ هم که دیگه میدونیم و مندینگ هم میدونیم و افیشنسی هم که میدونی سرعت کندن زیاد که بهتون گفتم. آبرکی که سم میدونیم. مندینگ هم میدونیم. فورچون 3 افیشنسی 3 بایدین که 3 و مندینگ خیلی خوبه. این واسه کنگ هستیم. این که آنا یک قاطرم داریم. اولاغ اینا رو بچه کردیم قاطر شدن. یه 2 تا آرماتر هم داریم که گنده شدن. بعد آنا من این 2 تا رو ببرن تلفن والا بعدش ببرن در واقع. بعدش من بذاریم بهتونشون بدم در واقع فرما هم یه غذرش میدم دیگه. من اینکه تو تن دیگه داشتم چکار اونو برای اینکه بگید چه دماغا رو که زامبی رو گرفتی بیا سب کن تو یکی از شارک باکسست توی این نبود توی برداشه ها نگاه کنید هید زامبی که در خیلی از جای مواقع گردون میخوره. نگاه میکنید تو همین شارک باکس ها کم میکنید تا 2 تا فارمون بینم که بهتون فکر کنم توضیح دادم ولی فکر کنم رو ندارم. اونو بعدش اگه من حالا بعدش من از احتیاط آخر ویدیو بهتون توضیح میدم. ما در واقع الان باید بریم تو جانگله اونجا تا اینکه بریم یه ذره درخت شکول یه 5-6 تا درخت شکول 10 تا درخت 5 تا درختش رو بیاریم پایین. بعد بریم دیگه این دیگه موضوع دیگه بعدش هم بریم تبدیلش کنیم که خیلی اینا زیاد درخت میدم همه کنیم یه امتحانی تو اونجا خالی کرده. اوکی
در واقع اون فرم شوگرکینه فرم بمبم هست 4 تقسیمش کردم و اینکه چوبم نباید ریخته ولی من چون که اون سرعت اون فرم به شدت کمه من میخوام درخت رو بیارم کنم این از اولین درخت برای اینکه ویدیو هم طولانی نشه این تکهاشو حذف نمیکنم که در واقع خودتون بدید که برای اینکه ویدیو کم نشه تایمش من میام همین شکلی که داریم کنم که در واقع هم ویدیو بلند باشه هم یه ذره که شما حالتون باشه مثلا بفهمیم مثلا چیزی چند حالا من پیدی چندم و اینکه دیگه تموم شد این درخت بعدا ها بریم سراغ درخت بعدی 5 تا درخت رو بیاریم پایین این از اولین درختمون 53 تا 54 دیگه نه دومین درخت نه اون دو رو قرار بیاریم پایین اصلا باید بریم تو کارم اینا باید من یه 2 تا درختاشو وقتی که زد نمیکردم کنده بودم چون داده بودم آها یکی از درخت ها رو دیدم همینم میریم تو کارش شده همینم میریم تو کارش یکی پاندام بخوده که مستقیم که من تازه این تو شروع کنم مرد داشتم یادمش یادی میشه تنم زد با یه اسکلتون من دانه رو برده بودم بالا اسکلتون زد پاندا رو کشت و تسلیت شد پاندا بود اوکی دومی درخت یا دفعه میزنم تا اینکه وقتتون رو بگیرن دینا چند دقیقه رکورده اما تفریق رکورده دیگه تایم قشنگ ویدیو قبلی حالا ما کمتر باید در نظر بگیریم چون که نصف ویدیو رو من باهاتون صحبت کردم یه ذره تایم در نظر میگیریم در واقع من یکتون بگم مثلا قرار نیست مثلا تو این چنل زوبزا نامین باشه فقط ماینکرافت ما در واقع اگرم بخوام بهتون بگم ما یک شنبه ها و دو شنبه ها و سه شنبه هر هفته ویدیو داره حالا دیگه باور کنیم میخوای نکنیم اون ما داریم اون دفعه چون که یک شنبه ویدیو نذاشته بودم دلیلش این بود که من که بهتون گفتم اون ویدیو دو شنبه ضبط شده بود من تازه بهتون گفته بودم چه یوتیوبش بلد شدم ببخشید واقعا اگه شما ناراحت هستید در واقع من یک شنبه ویدیو نداشتم واقعا عذرخواهی میکنم نه اینکه ما هی باید بریم بالا تا اینکه بریم شروع تموم شد کجا شما شروع لعنتی تموم میشین واقعا من خسته شدم بالاخره اینجا تا تنش رفت اینجا هم یه ذره جلویفته او تو سک تالا چند شد این یک فرم چوبه بایش با این وضعی که نمونیم این یک فرم چوبه با یکشون بالا مید کنه یه گوسته نمونم دوباره برم بالا پلایترام و فایر بود کم هم نبود اینجا من قراره که همین درخت رو بیارم دو سک تالا جلو شد وای چی که شابنی سما نمیدونم با تر دادم یا شمشیر فکر کنم با شمشیر دادم شابنی قابلیتش همینه ولی بعضی وقتا با 3 تا ضربه میکشه درخت جدید کو نه که باید برم تو درخت بیلسون و باید برم تو کارش بیارمش پایین من همسنه سرمین جمع کرد تزینی به خدا
راه دیدم که این دومین درخت بود. این چه درخت گنده‌ایه، خیلی طول میکشه. همین چند دقیقه ضبط شده خیلی پایین آوردن این نانوتی طول میکشه. من دوباره خیلی طول میکشه. اگه صدا تو شنیدین این یه ذره صدای کامپیوتر رو بیشتر میکنم. این همینجوری آرامش بخش این درخت رو آروم. این کار قراره که ما کمک شده. بالاخره آخرش. ای بابا نداد بهم. هرچی بوده کردی. نگاه کنی سومین درخت کثافت بالا. چیه من واقعا احساس نمی‌کنم چیه نشکا. وای درخت خورده جزم چهار استک پنان تمام شد. این در واقع 4 استک جنگل اوکلاک و این سومین درخت بکنی شارتا میکنی چون که تبرم هم حوصله واقعا ندارم کلی اکسپی برشن میکنم به تبرم درست 4 تاش میکنیم میاریم پایین. حالا شاید بقیه‌شو تو قسمت بعد بکنیم. یعنی بیاریم پایین. ای بابا هیچ جای نیست. سکت همینجا من باید در واقع چه کول 4 درخت اگه اصلا پیدا شد بخورم میکردم 4 تا اگه به خدا اگه اصلا پیدا شد اگه شد من میکنم اگه نشد همین 3 تا خورد. آها این کوتاه قبول نیست و گنده و شکلات. اوکی همون خوبه همونه اینجا خوبه. من وقت دارم همین خوب. وای
وای نه یه اسکلتون بذاره همینو میرم تو کارشم نکن خودم نکن ای بابا کدام حرفم درست نشد به نظر توی که تنجه منو بکشی دوباره من این همه را بیام تا جانجه نصف چوبام هم انداختم پایین. کار رو یه ثانیه ببخش یه ثانیه صحبت نکن نفرستیم صحبت استیو جانم دیگه اینجا دیگه صحبتی نداشت بکن اوکی بچه ها میدارم این چی میتونستی اینقدر در واقع دانگل لاک پیدا کنیم حالا بذاریم من برگردم به 20 ببینم چه شکلی میشه بذاریم من خودم رو بکشم نگاه تنظیمات بازی روی همه تیتو داشتم حالا شاید پیرزا شه این واقعا نسخایی میکنم من برایشون که مختصات و اینا خوب نیست و تصور توی نوستم توی را بگیرم و مختصات توی آدم بره دیگه آیتم رو از دست بدم به اینا خودشم با منه که باید بسیدی حالا ببینیم که میشه چند استک پنل این ها بزنیم ببینم از بکنم یه چست رو باید پر کنم حالا دیگه ما این شکلی میبازی چه نباشه اینا باید 4 استک از اول دست اینم 3 استک 3 استک 7 استک 9 استک 18 استک 20 استک و 60 اینم بچه پولار شدیم رفت یه ذره به من اینو بده کنه اینا رو تمدیل کنم به استیک من که بیس میشم به اینا وای خداحافظ بیچوبی خداحافظ بدبختی این الان این چرا بهمون میده 3 استک پنک تو فعلا فکر نکنم چند بیچو داشته باشیم اینقدر چوب تیرم رو باید درست کنیم نگاه کن چه چی شد ارزین کرده
از چیش نشد. قانون اگه یادم باشه یه چیزی یه کاری دیگه هم کردم به خدا ببخشید. اینجا من اومدم یک ذره کتابخونه است استرامپولی که رفتم برام گشتم و به لایک را به دست آوردم رفتم کلا یکی کتابخونه بود شب باورتون نشه ولی کل قفصای کتابی شد آوردم پایین. نه واقعا نمیدونم اون دفعه تو کتابخونه فکر کنم خیلی بیشتر همون چیز من کنم 2 تا چیز پیدا کردم من نمید واقعا یادم رفته آخرین باری که من رفتم در تو کتابخونه استرامپورتا من پای دیگه ما بدیم از این تموم شد بنا نمیخوام بازیشون کنم و اصلا الان نید تو چنل بذارم فکر کنم آخرین بار 2 ماه پیش رفتم این مپا واسه که یعنی نرفتم در واقع این کتابخونه‌های استرامپورت من نمیخوام بهتون توضیح بدم که در واقع ما از اون گلایی که از آرمای فرما همین میزنیم 2 تا بومی بشه بعدش ما اینجا اگه اینا لادم یا بون میدیم که ما 17 تا الکتر بونم میتونیم و همین شکلی کار میکنیم میزنیم من یه 2 تا گندم از اینجا بکنم من نمیدونم کاشکی میشه تو فینیجه رو گندم ترید کنیم تا نری گندم رو بگیم نه اینکه این فرم کار کنی شما میاد این دکمه رو میزنید که آب بریزه اینجا بعدش میایید از این لده را بالا اینجا رو تا از این طرف رو باز میکنیم اینا لازم میشه حالا اگه شد شاید بسید سال باشه که چرا کنیم چستید کنیم چی ترکتور باشه اگه از ندیدیم یه بار رو نشون تو بریم اگه شد من میخوام یکی دیگه من میخوام یکی گانپاودر فارم بسازم این همه ترکتوره من دیگه خداشوری این کنم من یا مفت که آخری این ویدیو رو دیدیم و تا ویدیو بعدی